سلام، محمد عابدی هستم. به چالش طراحی داخلیمون خوش اومدین از 3D اکشن. کاری که امروز میخوایم انجام بدیم و احتمالا توی چند بخش هست این مشخصا من توی پینترست دیدم و خوشم اومد فضا و من عاشق درست کردن فضا، همون جور که معمار باید باشه. ولی این هوش مصنوعیه. به چه خاطر میگم اینجا رو نگاه کنید، اصلا معلوم چه اتفاقی افتاده اینجاها، معلوم نیست چیه، این بیرون معلوم نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده. برای همین ما هیچ عکس دیگه از هیچ جای دیگه این نداریم. پس شروع میکنیم با تحلیل‌های خودمون رو شروع میکنیم. بحث نورپردازش رو احتمالا انجام میدیم، چون اکثرتون ویرای میدونید باید تو ویرای انجام بدیم. شاید توی کورس کرونا هم گذاشتم، چون من فضا رو خیلی دوست دارم و چالش های خودش هم داره. این هم برنامه پیوررف اسمش. پیوررف این جوریه که عکستون وقتی من دارم اینجا کار میکنم منبعتون اینجا پاک نمیشه، یعنی نمیره زیر کار. این خیلی خوبه. اگه دوتا مانیتور داشته باشید که راحتید، ولی اگه نداشته باشید و مثلا الان بخواید آموزش بدید احتیاج دارید که اینو حتما داشته باشید. شروع میکنم با این کار. از روبرو نگاه میکنم کارو و یک create shape rectangle میکشم که ارتفاعش تقریبا نکنید برای حساب کردن این یه دونه این تقریبا باید 1 و 20 اینا 1 و 20 باشه. 1 2 3 4 6 تقریبا 6 تا از این مبله رو هم بزنیم میرسیم به سقف. 6 تا 7 تا. حالا میگیم 6 تا تقریبا میشه 6 و 80. اینو میکنم 680 تا. W میزنم میارمش بالا. خب عرضشم بذارید یه 3 متر بگیرم ببینم اوکیه. حالا تقریبا اوکیه. شاید یکم بزرگتر باشه. 3 و 50 میکنم. اوکی. حالا من یه دونه دیگه فعلا همینو درست کنم. یه ادیت اسپیلای میدم رکتانگل. 2 تا نقطه بالا رو انتخاب میکنم، میام توی قسمت جیومتری و فیلتشون میکنم تا برسم به هم دیگه. میام جلو این دوتا رو انتخاب میکنم، فیوز میزنم که اینا بیفتن روی هم نقاط و ولش میکنم. اوکی شد. ریکتانگلتونم حتما ادپتیوش رو بزنید، اینترپولوشنش رو. میام تو ادیت اسپیلان برمیگردم یه ریکتانگل میکشم. این ریکتانگله اونو ما گرفتیم 6 و 80. اینو من میکنم 6 و 80 این ریکتانگله رو. جی هم میزنم که این بره و اینو کوچیکترش میکنم. خیلی بزرگه. این بالا تقریبا 50 60 70 80 سانت فاصله داره و میارمش پایین. حالا من میخوام این طرف و این طرف این یکسان باشه دیگه. چیکار میکنم؟ میام اینجا کلیک راست میکنم، میت پوینت هم روشن باشه، اس رو میزنم رو حالت 2.5 بودی. اینا نمیتونم جابجا کنم چون دقیقا وسطش معلوم نیست. میام باکس رو انتخاب میکنم، یعنی رکتانگل انتخاب میکنم، وسطش رو میگیرم. این فرق نمیکنه. این هم میتونم پایینش رو انتخاب کنم دیگه. و وسط این ادیت اسپیلانش رو میزنم، این پایینی رو انتخاب میکنم، اس میارمش بالا. اوکی. میتونه همین پایین باشه. یه کار دیگه بکنیم. من میخوام اینو تو این در بیارم همونجور که میبینید اینجا
کف نداره دیگه، این دیواره، این باید توش در بیاد. قبل اینکه کاری بکنم من یه دونه کپی میگیرم که بعدا واسه فریم استفاده کنم ازش. بعد میام این رکتانگلر رو انتخاب میکنم، یه تسپیلاین بهش میدم، میرم یه اتچ میکنم، اینو با این اتچ میکنم، میام رو دومی، میام پایین یا رو سومی رو سگمنت، میام پایین، تریم رو انتخاب میکنم و اینا رو تریم میکنم با دوتا کلیک روش. خب ولی اینا جدا نداره اصلا، پس جفتشون انتخاب میکنم و ولد انتخاب و ولد یک سرود میکنم ببینم چه اتفاقی واسش میفته. F3 میزنم، درسته. این عمقش تقریبا 60 سانته، 60 سانت بهش میدم که اینجوری بشه. میام سراغ فریم همونجوری که میبینید یه دور داره که ما دوره رو داریم، یه دور هم وسط داره. اول انتخابش میکنم رو آلت سوم، اوتلاین به داخل یه 7-8 سانت بهش میدم، 8 سانت اوکیه. دوباره انتخاب میکنم داخلیه رو و یه دونه دیگه میام وسط اندازه‌ای که تقریبا درست باشه و یک میزنم، نقاطشو میارم پایین. نقاط پایین رو میتونید کورنر کنید، آره بهتر. میارم پایین، نمیرسونمش به این. دوباره اینو انتخاب میکنم رو سومی و اوتلاین به داخل، اوکی هم درست شد. الان یک سود بدم باید درست باشه، همونجور که میبینید درست هم هست، فقط ضخامتش باید کمتر باشه، مثلا بگیریم 10 سانت فریم اونه. اوکی دوباره روبرو نگاه میکنم، همونجور که میبینید یه خط اینجا افتاده یعنی باکس. من یه باکس خیلی راحت میکشم. از کجا؟ از تقریبا اینجا هست، یعنی اینجا. این باکس هم 8 و 1 باشه. ضخامتش هم 5 میگیرم، اوکی. دوباره روبرو نگاه میکنم، F میزنم روبرو، این باید یکم پایین تر باشه، درسته. همونجور که میبینید اینجاها باید یه چیزایی بخوره دیگه. این باز همون داستان هوش مصنوعی اصلا، چنین شیشه خیلی داستانو داره و سخته و چنین حالتی احتیاج داره به این دستک ها. پس من اینو میارم پایین، اینستنسش هم میکنم، همونو کافی. بعدا اینجا رو درست میکنیم، گپ رو انتخابش میکنم. یکی بالایی هست ولی اینجاها دیگه نباید این وسط بیاد. چه کار میکنم؟ این بالایی رو چون الان من هر تغییری به این بدم اونا هم تغییر میکنم، میام میکیونیک رو میزنم که این از اینا جدا بشه. الان تغییرات فقط روی بقیه صورت میکنه به خاطر میکیونیک. اوکی یه ادپولی بهش میدم، میام تو ریبون سویفت لوپ رو میزنم، یه سویفت لوپ اینجا یه کم اینجا. اوکی کلیل 4 رو میزنم، اینو انتخاب میکنم و دیلیت. همین سادگی اینو درست شده. میام توی باکس دوباره از F نگاه میکنم و یه باکس رو میذارم توی سعی میکنم وسط باشه. اوکی میتونم با وسط این هم سازگارش بکنم این شکلی. آها تمام شد، عالی.
خب کار بعدی که باید بکنیم این انتخاب میکنیم، ایت پولی بهش میدیم. چی شد؟ ایت پولی بهش میدیم، کلیک 4 میزنیم، داخل یک کلیک چپ، یعنی دبل کلیک، بیرون کلیک، دبل کلیک، داخل کلیک، دبل کلیک. همه اینا رو انتخاب میکنیم، فقط داخلشون، این که هم داخلش هم بیرونش. یه این ست میدیم. این کار باید بکنید اگه میخواید کارتون خوب بشه. F4 رو میزنم که ببینم دارم چیکار میکنم. این اینجوری نباشه، رو حالت گروپ باشه. اوکی. و یه اکسترود بهش میدم، اکسترود میارم بالا، رو حالت لوکال نورمال که هر کی سمت خودش بره، خیلی نمیام بیرون. 1 سانت و 30 اینا کافیه. اوکی. میام سراغ بعدی، انتخاب میکنم، ایت پولی که داره کلیک 4 میزنم، بالا پایین، بالا پایین، این ست رو میام تو. اوکی. اکسترود، اوکی. اینا هم شدن دیگه چون این سنسه. بالاییه چون جداه، ایت پولی 4، بالا پایین، این ست تو، اکسترود، اوکی. انتخاب، ایت پولی، من بیارمش فقط تو اول، یه ذره ضخامتش کمتر میکنم. چهار، انتخاب این بر، کنترل انتخاب اون طرف، اینست تو، که اکسترود، اوکی. برای شیشه انتخاب، کپی، ایت پولی دیلیت، اکسترود خاموش، ایت اسپلاین، انتخاب دیلیت، دیلیت، اکسترود، 1 بیارمش تو، جایگذاری صحیح، حله، انتخاب اس، حالت 3 بعدی، این بر رو انتخاب کنم، چسبونش به اینجا، اس بیارمش وسط. یه باکس میکشم اینجا. این هم تقریبا باید 70 سانت بگیریم. این بالا 4
فولی یه 4 انتخاب اس چسبونش به این انتخاب، اینو میارم بیرون. البته شاید اصلا به این احتیاجی نباشه واقعا. ای روشن میکنم که درست بچرخه 90 تا. میارمش این بر اس روشن میکنم و اینو میچسبونمش به این. اوکی، باید بیاد جلوتر احتمالا. آره به این احتیاجی نیست چون اصلا پوشش داده میشه. اگه که بخواد از بیرون بگیرید که اون یه داستان دیگه است، رندر از بیرون بگیرید. حالا مهم هم نیست، بزنیم باش چیکارش داریم. من اینو انتخابش میکنم و کلید 4 رو میزنم، اس رو روشن میکنم و اینو میچسبونمش به تموم شد. خب تقریبا درسته. اینو میخوایم چه این پایین تره. اینو اوتلاینش رو دادیم به بیرون، اب نداره. یه دسپلای میکنیم، یک اینو میاریمش پایین تر. کلا دیوار خونه رو به خاطر فریم جا به جا کردیم. کارت درست. مثلا میگم معماری. کل یکو میزنم، اینم میارمش پایین. اوکی. خب تا اینجا که همه چی خوب پیش رفته. من احساس میکنم یکم بزرگتره ولی خب نمیتونم اینم جا به جا بکنم. اوکیه به نظرم. اینو بذارید ببریم عقب، احتمالا درست میشه. ما اینجا این تاقه اومده، بذارید اینو بزرگش کنم. این تاقه اومده اینجا خورده روی دوتا ستون. ستون هم دوری کم فکر میکنم و اینجا پس باید بره عقب تر. برای همین من باید اون یه قسمت رو ببرم عقب، اینجا رو که میشه تقریبا اینجا ها، همین تا این خط هست. میام توی یه ایتولی بهش میدم، کلید 4 رو میزنم، اینو انتخاب میکنم، شیفت نگه میدارم، میارم شدم همین ساری تا اینجا. اوکی، این برام میتونیم همین کار رو بکنیم. ایتفولی 4، آها این که ایتفولی داره دیگه. شیفت اصلا میتونم حذفش کنم اینجا و این بخوره روی دوتا ستون. حالا اینجا میشد حذفش کرد، مهم نیست. اوکی، اینم از این کاری که الان میکنم. ببینید این لبه ها گرده و ما نمیتونیم اینو همینجوری تیز رها کنیم، ما باید شبیه کارمون انجام بدیم. این پارت اول داشته باشیم تا بریم پارت دوم از ما هنگ کنه، وقتی زیاد میشه بریم پارت دوم.